برنامه رو با یک داستان فلسفی شروع میکنم. پیرمردی تخم عقابی پیدا کرد و اونو تو لونه مرغاش گذاشت. عقاب که بزرگتر شد جوجه مرغا رو اول خورد، بعد بزرگتر که شد خود مرغا رو خورد، بعدم پر کشید و رفت به آسمون و به ریش پیرمرد خندید و گلاب زد به این داستان آموزنده ما نامرد. باز تو بی ربط صحبت کردی که فقط تو این کار التزام عملی و قلبی داری به ولی فقیه. آیا دکتر، من با حرفای ولی فقیه برخورد آموزشی میکنم. مقام عظما وسط هیروبیر اردنگی سوریه و کفگرگی یمن و واویلای سگ دعوای قوه‌های نظام میره با مدال‌آوران المپیادهای داخلی حرف میزنه. آخه اون بدبخت بیچاره مجبور این کارا رو بکنه، میخواد اصل حرف رو نزنه. ولی تو چی؟ عجب صحبتی میکنی. 4 تا سوال کن، جوابای استراتژیکه درست و درمون هم بگیر دیگه. برنامه خود جلا بگیره. بله با بحث‌های استراتژیکی شما که عین بسته چیپس میمونه. آره دیگه. خب خیلی خوشمزه است، این روشنه. نه خیر، همش باد هواست. بریم سراغ سوالات. تیغ کشی 2 قوه لاریجانی ریزه با حاجی روحانی، چرا مقام عظما یه تشر نمیزنن که اینا بشینن سریاشون رو خفقون بگیرن؟ اینقدر نظام رو به باد ندن. قربان برم، اینا که شعور ندارن که خودشون ساکت بشن. کلا انسان با شعور موجودی است که تو نظام موجود نیست. عظما طفلی هم اگه ناب و نفس داشت که خب اینا به جور هم نمیافتادن اینطوری. حالا انقدر پایه‌های نظام میلرزونن که بعدا خودشون پشیمون بشن. من هم همین ترسو دارم، چون میبینم که این حرفای مقام عظما رو به کشکم نمیگیرن، بعدن خودشون پشیمون میشن. من خودم هیچ وقت آخرین حرف پدر بزرگ مرحومو قبل از مرگش یادم نمیره. ایشون فرمودن حیوان اینقدر نردبون رو تکون نده، اینقدر نردبون رو تکون نده. بابا برو سر سوالات هم ناکس، اینقدر تکون نده خودت هم. برو سر سوال بعدی. بله، سوال بعدی اینه که توی یمن چه خبره که الان دوباره نگرانی ها تو نظام اوج گرفته؟ آیه دکتر، چرا پیشروی دشمنان نظام توی یمن اینقدر ترس ایجاد کرده توی نظام؟ از الانش بگذر، بیخیال. از پله‌های بعدیش بترس. اینجا که شل بدیم خطش تا عراق و سوریه هم میکشه. کاش به خودش تموم میشد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن یارو یه نیسان گوجه قاچاق آورد، تو گمرک گرفتنش. اون یارو مدیر گمرک بهش گفتش که واسه جریمه باید یه جعبه از این گوجه ها رو بخوری. یارو شروع کرد به خوردن گوجه، همینطوری داد میزد آخ بمیرم برات ممدنی. بدبخت شدی ممدنی، فکت پیاده است ممدنی. مدیر گمرک گفت این ممدنی کیه؟ گفت داشتمه، اونم با یه نیسان فلفل هندی قاچاق پشت سرم داره میاد. روشن شد یا همچی بذاره که بری فلفل هندی بخوری بالا پایین بشی. دیدنده و ترود میرم سراغ سوال بعدی در مورد برجام. آره، از هسته‌ای فقط همین جست و پوز بیدنده و ترمزش برامون مونده. رئیس جمهور تو مصاحبه تلویزیونی گفت چند روز دیگه سالگرد اجرایی شدن برجامه. خیلی تحفه است، چند جورم سالگرد داره. حالا واقعا میخوایم جشن بگیریم آقای دکتر؟ نه بابا، ببینیم کی جرأت داره تو نظام جشن بگیره برای سالگرد اوراق شدن هسته‌ای. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض می‌کردم بله، میفهمودن مشنگه به رئیسش گفت فردا سالگرد روزیه که شما منو به عنوان مشاور خودتون استخدام کردید، خوبه که یه گوسفندی چیزی قربونی کنی. طرف گفت نه مخالفم، چرا باید تومون اجتماعی یه خر و گوسفند بیچاره بده؟ روشن شد یا همچی بذارم تو دنده دو یه هول کوچیک تا روشن شی. آیه دکتر، داستان سوریه رو واردش نمیشم و در موردش سوالی نمیپرسم. ناکس، بالاخره من کشوندی اینجا که سوالاتو بپرسی یا سوالاتو نپرسی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه بلند شد رفت کارواش. گفتم خب پس ماشینت کو؟ گفت هیچی، راه نزدیک بود پیاده اومدم. روشن شد یا همچی بذارم که بری تو کارواش استراتژی. خیلی کشکی روشن میکنه هی رو. منظورم اینه که روشنه که سر مقام عظما تو سوریه بیکلا موند، بدنومی رو به جور خرید، کشته هم داد، کلی هم هزینه. حالا مونده که بره سر میز حرفای روسیه رو تایید کنه یا دنبشو قیچی کنن پرتش کنن از سوریه بیرون. حرف دهنتو بفهم ناکس، اینجا برنامه تلویزیونیه یا مباحثات غیر علنی مجلس که همینطوری همه چی رو میکنی؟ نه که مباحثات غیر علنی مجلس هم خیلی مخفی میمونه.
ولی همه این حرفا به کنار، این سکوت مقام عظما چیه که منو کشته؟ اگه خبری ازش نبود میگفتم مریض افتاده. این که علنی ظاهر میشه و هیچ کدوم از این بحثا رو نمیکنه، از این بدبختی اسم نمیاره، اینه که امت همیشه در صحنه رو ولو میکنه. آیه اونا دکتر که منتظر بهانن که ولو بشن. قبلش میگفتن که سکوت علامت رضاست، ولی الان همه میگن سکوت علامت صیدلیه. بیچاره آخه تیپا تو سوریه هست، تمدید تحریما هست، اوراق شدن هسته‌ای هست، 2 تا قوه دارن همدیگه تیکه پاره میکنن، اینم هست. حاجی روحانی میگه مسئول آسیب‌های اجتماعی خود مقام عظماست، بعد ایشون با مدال آبرا نشست میذاره و یک کلمه سراغ این بحثا نمیاد. آخه چطوری ریزش نکنه اون بسیجی بدبخت؟ آروم شو، اینقدر جوش نزن. فهمیدی یا نه؟ چطوری آقای دکتر چطوری؟ مرحوم همیشه میفرمودن بزن به حضور. عرض میکردم بله، میفرمودن که وقتی عصبی هستی یه کمی ماست بریز تو قهوه غلیظ با یه خورده آب لیمو بخور، آرومت نمیکنه ولی یک دلدردی میگیری که باقی بدبختی ها رو بالکل فراموش میکنی. دکتر از این معجون بدین به مقام عظما. دادم که داره میره با مدال آوران حرف میزنه دیگه، حرفاشو که بشنوی میفهمی از اون دلدرد داره صحبت میکنه بیچاره. پس آقای دکتر شما این زهری رو که دادن به مقام عظما خود دوباره چیز خورش کردی؟ نه بابا، زهر چیه؟ قرب ببرم گیاهخواری فقط اونجای خوبه که ریحون میخورن. خب میخوای آروم بگیره دیگه، همین بلا رو باید سرش بیاری تا آروم بگیره. میخوانی که بلدی یا نه؟ بله. وقتی ماشین استارت میزنه هیچی صدا ازش نمیاد، یه معنی داره. هر صدایی یه معنی داره. اگه باتریش خراب باشه، سرسیلندش مشکل داشته باشه، یخ زده باشه، استارترش خراب باشه، هر کدوم یه صدایی میده. ولی بعض وقتا هست که صدا میده، یک صدای پرت و پلایی میده. اونجا میفهمی که قضیه بیخداره. اونجا میفهمی که یاتاقان زده بدبخت بیچاره. اگه پیچ کارتونو باز کنی یه مش همینجوری خورده آهن و پلیسه میزه رو دستت. چی آقای دکتر تو مقام عظما رو کردی ماشین یاتاقان زده؟ مقام عظما پلیسه شده. تو 100 سال بخواد ماشین یاتاقان زده باشه میذاری شده که کارتون افتاده تو هنوز دنبال یاتاقان